کمتر از یک ماه دیگه وارد سال 1404 شمسی میشیم و احتمالا تو هم مثل خیلیای دیگه دنبال اینی که دوباره به هدفات برسی، درآمدتو بالاتر ببری، به ظاهر ایدئالت برسی و همه اینها. اما به احتمال زیاد طبق معمول مثل همیشه بعد از یه مدت از همه اینا زده میشی و بیخیال تمام هدفات میشی و هیچ کدومو دیگه دنبال نمی کنی. خب این طبیعیه، همه ما آدما اینجوریم. بیشتر از 99%مون وقتی میخواد سال جدید بیاد مثلا میگیم میخوام برم به هدفام برسم، فلان کارو انجام بدم و بعد یه مدت بیخیال میشیم و میبینیم همه چیز مثل قبله. ببین رفیق، تو هم مثل من و خیلیای دیگه یه سری اهداف داری، یه زندگی ایدئال توی سرت داری که دوست داری به اون برسی. درآمد بالا، رفاه، ثروت زیاد، رفتن به سفرهای خوب، داشتن ارتباطات موفق، همه ما اینا رو داریم و خیلیا براش مثلا توی سال نو هدف میریزن ولی شکست میخورن. بذارید قبل از این که بریم بهتون راه حلی رو بگم که بتونیم این مسئله رو برطرف کنیم، بگم دلیل این قضیه دقیقاً چیه. میخوام در مورد سیستم ذهنیمون صحبت بکنم. این ذهن ما یه سیستم داره که اون میاد و در واقع این مشکل رو به وجود میاره که ما به هدفمون نمیرسیم. یعنی چی؟ یعنی میخوام در مورد این صحبت کنم ما چه زمانی یه چیزی رو میخوایم؟ زمانی که نداریمش. درسته؟ شما زمانی یه ماشین خوب میخوای، اون ماشینه رو میخوای که نداریش. فلان لباس رو زمانی میخوای که نداریش، میخوای بری بخری. خواسته ها زمانی شکل میگیرن که ما اونها رو نداریم. پس ریشه خواسته چیه؟ نداشتن. تمرکز ذهن ما رو نداشتن اونه. و زمانی هم که ما میخوایم بهش برسیم باز تمرکزمون روی نبودنش توی زندگیمونه. برای همین تمام انرژیمون رو صرف اون میکنیم که به اون خواسته برسیم، اما ناخودآگاه ذهنمون میگه هنوز ندارمش، هنوز نرسیدم. و رسیدن به اندام خوب، ثروت بالا، نمیدونم زندگی مرفه، حال خوب، دقیقاً همینه. ما چون نداریمش میخوایمش. خیلیامون چون توی ذهنمون میگیم من فلان چیزو ندارم، فلان سبک زندگی رو ندارم، پس میخوامش. بنابراین ذهنمون احساس میکنه به یه عامل بیرونی نیاز داره تا به اون خواسته برسه. وگرنه داشت دیگه، اون خواسته رو داشت، پس به یه چیز از بیرون نیاز هست که بتونه به اون برسه. و اما بچه ها اینجا میشه که مشکل به وجود میاد. ما فکر میکنیم برای این که به اون خواسته برسیم، به اون اهداف برسیم، به اون چیزایی که میخوایم برسیم، نیاز داریم یک اتفاقی در بیرون بیفته، یک چیزی در بیرون تغییر کنه، سال نو بیاد، فلان اتفاق بیفته. از بیرون میخوایم یه تغییری ببینیم تا حرکت کنیم به سمت خواسته هامون و این ذهنیت همه ماست. و من اینجا بگم این ذهنیت خودش داره جلومون رو میگیره. این ذهنیت خودش باعث میشه ما نرسیم و نتونیم اون زندگی که میخوایم رو تجربه کنیم. کل داستان همینه. اگر یه چیزی رو داشته باشی دیگه نمیخوایش. میخوایم راهکاری رو بگیم، میخوایم مسیری رو پیش ببریم که ما جوری با ذهنمون رفتار کنیم که نگه من فلان چیز رو میخوام. چون وقتی اینجوری بشه تمرکزمون روی نداشتنشه. سال 1404 داره فرا میرسه، کمتر از یک ماه دیگه مونده و امسال مثل سالهای قبل نگو فلان چیزو میخوام به فلان هدف برسم، امسال میخوام به فلان داستان برسم. کاری که امسال باید انجام بدی تا بتونی زندگی تو تغییر بدی و دوباره اشتباهات سال قبل رو مرتکب نشی، زندگی تغییر کنه، حال خوبی داشته باشی، اینه که اول بخوای اون دوردست رو ببینی. تو یه شخصیتی داری که ایدئالته، فلان درآمد رو داره، نمیدونم فلان جایگاه اجتماعی رو داره، فلان ظاهر فیزیکی رو داره، فلان پوشش رو داره. اول اونو توی ذهنت بساز چند دقیقه همین الان و بعد از اون بیا برای خودت بنویس که اون فرد چه ویژگی هایی داره، چه طرز فکری داره، چه اقداماتی انجام میده، در طول روز چی کار میکنه. اونا رو بشین بنویس. زمانی ازت نمیبره، ربع ساعت 20 دقیقه.
بشین بنویس اون نسخه از تو که اون چیزی که میخوای داره چه عادتهایی داره، در طول روز چی کار میکنه، طرز فکرش نسبت به شرایط مختلف چیه، و بعد بلا فاصله شروع کن مطابق اون شخصیت رفتار کن، مطابق اون شخصیت اقدام کن. کسی که درآمد بالاتری داره یه کارهای متفاوتی داره انجام میده دیگه. جایی که الان هستی با جایی که میخوای باشی، مثلا از لحاظ مالی، اقدامات مالی که انجام میده، کاری که داره فرق میکنه. شاید جایگاهی که الان داری مثلا یه شغل داری، ولی اون درآمدی که میخوای، اون شخصیتی که نیاز داره، چند تا منبع مالی مختلف برای خودش داره، چند تا کار مختلف داره انجام میده تا درآمد کسب کنه. همون جوری که اون شخصیتی که نوشتی رفتار میکنه، همون جوری رفتار کن و اون موقع در طول زمان تو خودت تبدیل میشی به اون فرد. دیگه این که سال 1404 میخوام به هدفم برسم معنا نداره، الکیه، چون توهم ذهنت بوده. تو قرار نیست به جایی برسی، تو همون فرد هستی، پس همون انرژی رو داری. شرایط زندگیت، نتیجه زندگیت، همه اینا در طول زمان تبدیل به همون میشه و میدونی برات خیلی عادیه، چون اون کسیه که هستی، شخصیتی که الان داری، جایگاهی که الان داری، نتیجه اقداماتیه که داری، طرز فکرت، احساساتت، کارهایی که تا الان کردی و اون زندگی که میخوای، اون هدفایی که داری. برای رسیدن بهش باید بدونی چه شخصیتی نیازه و مطابق اون شخصیت رفتار کنی، فکر کنی، اقدامات روزانه‌ت انجام بدی، به همین سادگی. و میبینی در طول زمان به همه اهدافت میرسی. اون موقع دیگه منتظری نیستی سال جدید شروع شه بری به اهدافت برسی، تلاش کنی، بعدش هم بی‌حوصله شی، انرژیت بیفته و کلا به خیال شی. از همین الان شروع میشه. رسیدن دیگه معنا نداره، تو خودت هستی، خودتون فرد هستی. اگه هدفت اینه به اندام ایدئالت برسی و تو سال جدید میخوای روی مثلا این موضوع و ورزش تمرکز کنی، چون نداریش الان اونو میخوای. اما اول بیا ببین اون شخصیت که اندام ایدئال رو داره اقدامات روزانه‌اش چیه، چه ورزشی رو انجام میده، آیا هر روز میره پیاده روی، آیا فلان غذاها رو میخوره. و بعد که فهمیدی مسیر اینه، اون شخصیت اینجوری رفتار میکنه، دقیقاً مثل اون رفتار کن و به همین راحتی میبینی در طول زمان همون نتایج رو خلق میکنی. اینجوری دیگه عامل بیرونی تو رو کنترل نمیکنه، سال نو تو رو کنترل نمیکنه، عوامل بیرونی، انرژی‌های بیرونی تو رو کنترل نمیکنن. این تویی که تبدیل شدی به اون کسی که میخواستی و نتایج خودش خلق میشه، سبک زندگیت خودش تغییر میکنه، حالت بهتر میشه. همه اینا در نتیجه این پیش میاد. زمان داره میگذره، پس همین الان شروع کن، چون هر چقدر سریعتر این کار رو انجام بدی و اون ورژن از خودت که میخوای رو زندگی کنی، سریعتر اون نتایج هم توی زندگیت خلق میشن و جالب اون موقع دیگه سورپرایز نمیشی، چون اون کسیه که هستی، براش زمان گذاشتی، زحمت کشیدی، نتیجه هویتته و پایداره. اندام ایدئالی که میخوای بهش برسی، اون موقع نتیجه اقداماتیه که انجام دادی، نتیجه اینه که هر روز رفتی پیاده روی، هر روز فلان عادات رو داشتی. میدونی چی میگم؟ بنابراین برو انجامش بده. اگر تجربه‌ای داشتی حتما برام کامنت کن. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا.